داشتم تو اکسپلور میچرخیدم که این وسیله تمرینی بوکس رو دیدم که خوراک تمرینه. گفتم برم بخرمش. رفتم تو تروب دیدم قیمتش تا 7,999,000 تومنه. گفتم یا خدا. همونو پا شدم رفتم یه پاساژ لوازم یدکی و یه فکر خیلی خفن به سرم زد. یه آنتن آفرود خریدم فقط 355,000 تومن. آنتن رو برداشتم رفتم بالا پشت بوم. یه دبه هم بالا داشتم، یه دبه آب سرد کنه. آنتن رو خیلی راحت کردم توی دبم و یه تیکه پارچه گذاشتم ورودی دبه که آنتن بازی نکنه. بعدش هم با چسب فیکسش کردم. یه توپ 7 سنگ گرفتم از سر کوچه 35 تومن. خیلی راحت گذاشتمش روی آنتن و فیکسش کردم و تمام. حالا به جایی که 7 میلیون خورده‌ای بدم وسیله رو بگیرمش، خودم با زیر 500,000 تومان این کار رو انجام دادم و ساختمش. اگه با این آموزش حال کردی حتما به پیج من سر بزن و ویدیو آموزش های بیشتر اونجا ببین.